هر کدام از ما به نوعی درگیر رابطه جنسی بوده ایم، اما مهم نیست که چه میزان تجربه داشته باشیم. قطعاً حقایق جالبی وجود دارند که هرگز در مورد رابطه جنسی نمیدانستیم. در اینجا 24 حقیقت روانشناختی شگفت‌انگیز در مورد رابطه جنسی که احتمالاً نمیدانستید آورده شده است. یک زن میتواند فقط با بوییدن برخی قارچ‌ها به اوج لذت جنسی برسد. دانشمندان اخیراً نوعی قارچ نارنجی رنگ در جریان‌های گدازه هوایی کشف کردند که میتواند با بویی که منتشر میکند به طور آنی باعث انزال زنان شود. بوی کدو حلوایی با تحریک جنسی انسان ارتباط دارد. بر اساس تحقیقات اخیر در شیکاگو، بوی کدو حلوایی باعث تحریک جنسی هم در مردان و هم در زنان می شود. برای مردان ترکیب کدو حلوایی و استوخودوس باعث نوز بیشتر می شود. برای زنان نیز ترکیب رازیانه و خیار این تاثیر را دارد. محبل‌ها، واژن‌ها همانند آلت مردان بلند هستند. به طور میانگین کانال واژن 3 تا 6 اینچ حدود 7.5 تا 15 سانتی متر طول دارد که تقریباً برابر با طول آلت مردان است. اما شکل کانال واژن در شرایط خاص مانند رابطه جنسی یا زایمان میتواند تغییر کند. نگهداری کاندوم به مدت طولانی کار احمقانه ای است. لاتکس معمولاً فقط 2 سال دوام می‌آورد. بنابراین اگر کاندومی قدیمی در کیف پول خود دارید، آن را دور بیاندازید. برخی ایالت‌ها اسباب‌بازی‌های جنسی را غیرقانونی اعلام کردند. ایالت‌های آلاباما و میسیسیپی استفاده از اسباب‌بازی‌های جنسی را برای شهروندان خود ممنوع کردند. اگرچه این قانون مانع استفاده آنها نمی‌شود، اما اگر کسی هنگام استفاده از آنها دستگیر شود، غیرقانونی است. همجنسگرایان زن بیشترین میزان لذت جنسی را در جهان تجربه می‌کنند. تحقیقات نشان داده که همجنسگرایان زن بیش از هر گروه دیگری 75% مواقع به اوج لذت جنسی میرسند، در حالی که این میزان برای زنان دیگر جنسگرا فقط 61% است. موهای ناحیه تناسلی خود را حفظ کنید. ممکن است زندگیتان را نجات دهد. تراشیدن موهای ناحیه تناسلی برای مردان و زنان خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و عفونت‌های منتقل از راه جنسی را افزایش می‌دهد. اندازه آلت مردان با افزایش سن کوچکتر می‌شود. با افزایش سن مردان اندازه آلت آنها کاهش می‌یابد. ممکن است در دهه 20 سالگی خود آلت 8 اینچی حدود 20 سانتی متری داشته باشند، اما در دهه 50 سالگی کوچکتر خواهد شد. همه زنان نمی‌توانند به اوج لذت جنسی برسند. حدود 25% زنان می‌توانند با دخول به اوج لذت جنسی برسند، در حالی که سایر زنان فقط با تحریکات دیگر می‌توانند به این مرحله برسند. برخی زنان نیز اصلاً نمی‌توانند به اوج لذت جنسی برسند که واقعاً برای آنها ناراحت کننده است، زیرا تجربه‌ای فوق‌العاده را از دست می‌دهند. در ساخت کاندوم از محصولات لبنی استفاده می‌شود. بسیاری از تولید کنندگان پروتئین شیر به نام کازئین را به کاندوم‌های لاتکس خود اضافه می‌کنند تا صافتر شوند. اگر گیاهخوار هستید و از استفاده از محصولات حیوانی اجتناب می‌کنید، احتمالاً باید از استفاده از هر نوع کاندوم لاتکس خودداری کنید. اندازه متوسط آلت مردان 5.6 اینچ حدود 14 سانتی متر است. اما بر اساس چندین نظرسنجی، اکثر زنان ادعا می‌کنند که اندازه واقعی آلت مردان برایشان اهمیتی ندارد. آنها بیشتر به نحوه استفاده از آن علاقه‌مند هستند. 12% بزرگسالان در محل کار خود رابطه جنسی داشتند. اگرچه ما اصلاً توصیه نمی‌کنیم که در محل کار خود رابطه جنسی داشته باشید، اما غیر ممکن هم نیست. بر اساس نظرسنجی‌های آنلاین 12% افراد در محل کار یا دفتر خود رابطه جنسی داشتند. انزال باعث باز شدن سینوس ها می شود. اگر سرما خورده اید، به جای مصرف دارو سعی کنید با شریک زندگی خود رابطه جنسی داشته باشید تا سینوس هایتان باز شود. آدرنالینی که هنگام انزال وارد بدن شما می شود باعث می شود سینوس هایتان کاملا باز شود. بینی شما هنگام رابطه جنسی به دلیل جریان بالای خون در سراسر بدن متورم می شود. سینه ها، اندام های جنسی و بینی متورم شده و برای رابطه جنسی آماده می شوند. اسپرم برای پوست شما معجزه می کند. اگرچه ممکن است فکر کردن به ماسک اسپرم بسیار چندش‌آور باشد، اما اثرات ضد پیری آن برای پوست به اثبات رسیده است.
اگر سیگار میکشید آلت شما ضعیف خواهد شد. بر اساس مطالعات مردان و زنان سیگاری واکنش‌های کندتری نسبت به رابطه جنسی و تولید مثل دارند. مطالعات همچنین نشان داده‌اند که مردان سیگاری که سیگار را ترک می‌کنند نوز قوی‌تر و طولانی‌تری خواهند داشت. هنگامی که مست هستید رابطه جنسی آنقدرها هم خوب نیست. برخلاف باور عمومی که رابطه جنسی در حالت مستی عالی است، زیرا تمام بازدارنده‌های خود را کنار می‌زنید، اما در واقعیت زمان واکنش جنسی در حالت مستی آنقدرها هم قوی نیست. الکل عملکرد جنسی شما را کاهش می‌دهد و زمان واکنش شما به فعالیت جنسی بسیار طولانی‌تر می‌شود که همیشه خوب نیست. طریقه انزال زنان به گونه‌ای است که احتمال بارداری را افزایش می‌دهد. حتی اگر شما قصد باردار شدن نداشته باشید، بدن شما این گونه است. هنگامی که یک زن به اوج لذت جنسی میرسد، دیواره‌های واژنه به گونه‌ای میلرزند که احتمال رسیدن اسپرم به تخمک و بارور شدن آن را افزایش می‌دهد. افراد مسن رابطه جنسی زیادی دارند. بر اساس گزارش چندین مؤسسه پزشکی، مردان بالای 70 سال شاهد افزایش بیماری‌های مقاربتی و عفونت‌های منتقل از راه جنسی هستند. فعالیت جنسی در میان بزرگسالان بالای 65 سال در چند سال اخیر افزایش یافته است. بو نقش زیادی در این موضوع دارد. مطالعات نشان می‌دهند که ما بیشتر از نظر جنسی به کسانی جذب می‌شویم که بوی خوبی دارند و آنها را در رخت خواب خوب می‌یابیم. اگر سمورهای ماده رابطه جنسی نداشته باشند می‌میرند. واقعاً مرگ به دلیل عدم رابطه جنسی یک موضوع واقعی است. سمورهای ماده در 4 تا 6 ماهگی به بلوغ جنسی می‌رسند. هنگامی که وارد فحل می‌شوند تا زمانی که جفتگیری نکنند به همین حالت باقی می‌مانند. با گذشت زمان دوز بالای استروژن باعث کمخونی پلاستیک می‌شود که یک بیماری جدی است و می‌تواند منجر به مرگ شود. خوشبختانه اگر جفتگیری اتفاق نیفتد، یک دامپزشک می‌تواند سمور ماده را از فحل خارج کند. لمس کلیتوریس یک زن و مکیدن نوک سینه‌های او باعث می‌شود که همزمان هر دو نوع انزال را تجربه کند. مردان در طول رابطه جنسی کالری بیشتری می‌سوزانند. هنگامی که مردان رابطه جنسی دارند، به طور میانگین 100 کالری می‌سوزانند. زنان در طول رابطه جنسی به طور میانگین 69 تا 70 کالری می‌سوزانند. تلاش ما نتیجه می‌دهد. زنان در زمان تخمک گذاری احتمال بیشتری دارد که خیانت کنند. در زمان تخمک گذاری سطح هورمون‌ها به بالاترین حد خود می‌رسد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که زنان در زمان تخمک گذاری آنقدر تحریک پذیر هستند که احتمال بیشتری دارد به شریک زندگی خود خیانت کنند، زیرا در این زمان از ماه تمایلی به رابطه جنسی با او ندارند. اگر از این ویدیو لذت بردید فراموش نکنید که دکمه لایک را بزنید. برای تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. ممنون که تماشا کردید.